یه سامانه بارشی جدید از فردا وارد کشور میشه. فردا بعد از ظهر از نواحی شمال غرب وارد میشه و با خودش برف و بارون رو به همراه خواهد آورد. تکر سرجم طی 3 روز آینده با توجه به ورود این سامانه تمام استان‌ها با شدت ضعف بارش رو خواهند داشت. ابتدا فردا کسایی که در استان آذربایجان غربی، شرقی و همچنین کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان و لرستان هستند درگیر بارش خواهند شد. برای فردا شب علاوه بر این استان‌ها به استان همدان میرسه برف و بارون. زنجان همینجور استان مرکزی در چهارمحال بختیاری و کوکیلو بویراحمد هم بیشتر بارش برف رو داریم. ضمن اینکه در استان اردبیل برای فردا شب این سامانه حرکت میکنه به استان اردبیل هم خواهد رسید، به طوری که برای فردا شب از شمال غرب گرفته تا نواحی جنوب غرب کشور درگیر بارش خواهند بود و برای پنجشنبه این سامانه کلی قوی میشه و گسترش هم پیدا میکنه. همونجوری که میبینیم کل استانهای غربی رو در بر گرفته. شدت بارش برف و بارون در استانهای حاشیه زاگرس مرکزی خواهد بود. در استان لرستان، کسایی که در استان چهارمحال بختیاری هستن یا کوکیلو بویراحمد، شمال استان خوزستان، در نواحی شرقی استان کرمانشاه، ایلام شدت بارش ها رو داریم. بیایم به نواحی شمالی تر. تهران هم خواهد رسید این بارش ها. به تهران، البرز، قزوین، زنجان و سواحل دریای خزر پنجشنبه میرسه. حتی برای نواحی مرکزی تر هم بارش اتفاق میفته، اما به طور پراکنده. مثلا در استان قم، کسایی که در استان اصفهان هستن بارش رو دارن. همونجوری که میبینید بیشتر نواحی غربی استان اصفهان که برف رو داره و همچنین نواحی جنوبی. اما فارس و بوشهر جایی هستن که برای پنجشنبه کلی بارش رو خواهند داشت. اما در وسط کویر یعنی یزد هم بارش رو پراکنده رو داره. برای جمعه نقشه بعد اگه ببینیم، نقشه بعد جمعه رو نشون میده که این سامانه حرکت میکنه و به نواحی شرقی خراسان شمالی، رضوی و خراسان جنوبی میرسه.